خب بچه ها رسیدیم به لرک پلیر. بچه ها لرک پلیر معمولا تنها بازی میکنه. حاجی مثلا میگی تنها بازی میکنه، بچه ها رفتن بی، اون تو ای میخواد باشه. نه بچه ها، تنها بازی کردنش به این صورتی که مثلا یه مثال ساده، هم تیمیات تو بی سایدن، اوکی، این میاد اینجا کمپ میکنه، هم اینفوی میدو داره، هم اینفوی شورتو داره و کارش اصلی اینه که یه نفر رو بتونه کم بکنه. مثلا آقا شورت کسی نیومد، از سیتی میاد اونایی که پشت دارن و به صورت ایزی همه رو میکشه. یا هم که اونی که لرک پلیره بچه، از اسموک و فلش و یا مثلا دیکوی فیک استفاده میکنه، اون سایدو شلوغ میکنه و اینکه کارش تنها اینه که بتونه یه نفری که از پشت میاد یا میخواد اونا هم تیمیای اونا میخوان ریتیک بکنن، بتونه یه نفرشون رو کم بکنه. اینم بفرست براش.